سلام، وقتتون بخیر. به قولم عمل کردم و میخوام ویدیومو براتون بذارم. من زهرا هم ملقب به هیوا و همه منو به اسم هیوا میشناسن. حالا کسی منو به اسم زهرا نمیشناسه. تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. من خواستم بگم که بدونین، نگید که از اون آدمای مخفی کاره. بعدا اگه فهمیدین مسخرم کنین. بینندگان عزیز، واقعا گول خورد. نه. امروز میخوام اولین داستان من رو از مجموع داستان‌هایی که میخوام براتون در آینده تعریف کنم، یه شروع این سفر جدید هممون با هم دیگه است. من قراره آشپزی هام، رسیپی هایی که میخوام خودم ایجاد کنم و همچنین داستان‌های زندگی و چیزای اتفاقای عجیبی که برام میفته رو براتون بگم، چون من یه آدم فوق‌العاده عجیب و پر از داستان‌های عجیبم. حقیقت ماجرا، اولین داستانی که بخوام براتون تعریف کنم برای 7 یا 8 سالگی منه. علت این که چرا من به ماهی‌ها علاقه پیدا کردم. خب شروع میکنم. من وقتی که با خانوادم میریم ارومیه، یعنی با دوستای پدرم میریم سمت ارومیه و من به خاطر علاقه شدیدی که به دریا و جنگل و اینا داشتم، همیشه سمت طبیعت و اینا اطراف و کناره های دریا میچرخیدم. وارد دریا میشم، نمیدونم چه حس خاصی داشتم که میخواستم خدا رو ببینم. چیز عجیبی ها، میخواستم خدا رو ببینم. احساس میکردم که اگه غرق بشم بمیرم خدا رو میبینم. وارد دریا میشم، خودم رو غرق میکنم و خدا رو به شکل ماهی میبینم و اصلا جایی نبود که بخوام ماهی زیادی باشه که بخوام مثلا من ماهی ببینم و من واقعا ماهیای زیادی رو میبینم و ماهی‌ها با هم حرف میزنن. این توهمی بوده یا نمیدونم واقعیت بوده یا هر چیزی بوده که من به اون سن اینو میبینم. نگو وای برگام، وای پشمام، بگو چه جالب. همون موقعی که داشتم غرق میشدم، یعنی مثلا این اتفاق میفته و دیگه داشته بدنم میومده بالا و فلان و این حرفا، دیگه لحظه آخر تیم که پدرم منو میبینه و میکشه بیرون و من هی به پدرم اصرار میکردم نه من خدا رو دیدم و خدا ماهیه، بابا خدا ماهیه، من میخوام پیش خدا بمونم، من میخوام پیش ماهیا بمونم، میخوام ماهیا رو ببینم، منو رها کن. اونجا بود که علایق من دیگه نذاشتم برم تو دریا، یعنی بعد از چند سال نذاشتم برم تو دریا. ولی خب میخوام اینو بهتون بگم که علایق من از اونجا شروع شد و من بی نهایت از ماهیا خوشم میاد و عاشق ماهیا. این داستان امروز من بود. میخواستم بگم که همه ما ممکنه تجربه های عجیب و غریب داشته باشیم و چیزایی تجربه کنیم که هیچ وقت فکرشو هم نکنید. خواستم بگم دنیا پر از اتفاقهای غیر ممکن و چیزهای عجیبه. مثال بارزش هیوای عجیب، هیوای غیر ممکن، هیوایی که پر از داستانهای عجیبه و کارهای غیر ممکن عجیب میکنه. خواستم بگم که اگه شما عجیبین، اگر هر چیزی هستین و ارزش و زیباست، خودتون باشید. مطمئن باشید با گذر زمان، با شروع کردن دوست داشتن خودتون و اینکه شناخت خودتون میفهمین که خودتون بودن چقدر قشنگه. میگی مثل بقیه باش، تو برو با بقیه باش. سعی کنیم ادای بقیه رو در نیاریم. دوستتون دارم. این اولین داستان من بود. تو لیاقت بهترینا رو داری، واسه همین خدا منو بهت داده. نشنیدم بگی خدا رو شکر. خداحافظ.